اکنون نظر شما رو به یک بخش دیگری جلب می کنم که مربوط به شرق ایران است، مربوط به بلوچستان است. بینندگان و شنوندگان گرامی، با دقت به سخنان من گوش بکنید. آینده کل منطقه آسیای میانه رو به جهت دیگری خواهد رفت. حکومت اسلامی یا دولت اسلامی یک منبع الهامی شده است برای طرفداران القاعده و طالبان و بسیاری از مسلمانان اهل تسنن که همون شرایطی رو دارند که مردم عراق و سوریه داشتند. اگر در عراق و سوریه دولت اسلامی پدید آمد، خب ما می‌دانیم که قبلاً دولت طالبان در عراق در افغانستان پدید آمده بود و ما می‌دانیم که قبل از اون خمینی داعشی در ایران روی کار آمده بود. اگر شاه ایران اجازه مشارکت سیاسی رو میداد، قدرت سیاسی رو تقسیم میکرد و مردم رو مسئول سرنوشت خودشون میکرد، خمینی داعشی پیدا نمیشد. پیدا هم اگر میشد مردم مقاومت میکردند، همونطور که الان کردها مقاومت کردند. اما ایشون شاه ایران با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی که وجود آورده بود و پیش از او پدرش همین پیشرفت‌ها رو ایجاد کرده بود، با تکیه بر اونها خیال میکرد که مردم دیگر آزادی نمیخواهند. در سوریه شعار بشار اسد این بود که اول ما نان داشته باشیم، بعداً آزادی. من به شما نان میدم، شما هم از آزادی صحبتی نکنید. صدام حسین هم همین میگفت، من به شما نان میدم، شما از آزادی صحبت نکنید. خب بعد از اینکه نان به هر کسی رسید، از نظر غریزی دنبال مطالبات بالاتری می رود. انسان از نظر خواسته ها چیزهای متفاوتی رو در سطوح متفاوت می خواهد. اگر نان نداشته باشد، شبانه روز دنبال نان می گردد. هر وقت نان پیدا کرد، دنبال رفاه می گردد. هر وقت که اندکی رفاه پیدا کرد، دنبال آزادی می گردد. اینها پروسه و روند آزادی خواهی است. برای همین هست که در کشورهای آباد نمی شود ایجاد دیکتاتوری کرد. هم شاه، هم صدام حسین، هم حافظ الاسد، پدر بشار اسد، این اشتباهات رو کردند که ما اول مملکت رو آباد میکنیم به زور و بیشتر پول هم خودمون میخوریم و هر کاری که دلمون خواست میکنیم. به این اسم حکومت کردند، هر ستا باختند. هند روش دیگری رو در پیش گرفت، گفت که شما مردم آزادید که خودتون رو آباد بکنید و مردم هم کم کم آگاه شدند که می توانند خودشون را آباد بکنند و مسئولیت آباد کردنشون به عهده خودشون هست، در حالی که در دیکتاتوری ها این دولت هست که مسئولیت دادن نان یا کار یا شغل رو به تو دارد. در آزادی ها مردم مسئول پیدا کردن شغل، کار، پیشرفت، تحصیل خودشون هستند و به همین دلیل استعدادهاشون شکوفا می شود و در کشورهای
دیکتاتوری استعداد شکوفا نمی شود، محدود نگه داشته می شود در یک حد معینی. خب الان خامنه ای به این نتیجه رسیده است که دیگه نان هم به مردم ایران ندهد تا کسی به فکر آزادی نیفتد. اینایی رو که به ایران میروند و میآیند ما میگیم که چه خبر است، میگویند که آقا مردم اونجا همش در تلاش به دست آوردن نانند و هیچ کسی به فکر آزادی نیست، چون اصلا اون فرصت رو رژیم بهشون نمیده و به همین دلیل رژیم خیال میکنه که گرسنه نگه داشتن مردم یک استراتژی بسیار قوی برای بقای خود رژیم و سرگردان کردن مردم است، در حالی که شدیداً اشتباه میکنند. کسانی که گرسنه اند نه دین دارند نه ایمان و دست به هر کاری میزنند. باید اون میزان گرسنگی از حدی بگذره، مردم از جان میگذرند و دست به انقلاباتی میزنند بسیار بسیار خونین، خیلی خونین‌تر از اون چه در سوریه میگذرد. جمهوری اسلامی باید منتظر چنان روزهایی باشد. اما در شرق ایران مردم اکثرا سنی هستند. در خراسان، در سیستان و بلوچستان و در جنوب هم هرمزگان، بوشهر، اینها سنی هستند. 70% مردم ایران جزو ملیت‌های ایران هستند. 30% سنی هستند. ادیان دیگر هم وجود دارند. همون حالتی رو که ببینید، همون حالتی که در میان سنی‌های عراق پیش آمد، همون حالت ممکن است که در میان سنی‌های ایران هم پیش بیاد، در میان سنی‌های افغانستان هم و در پاکستان هم که حتما خبر دارید که یک انقلاب عظیمی در راه است. موقتا جلوش گرفتند ولی این انقلاب در راه است. در افغانستان مردم سرخوردند، هیچ چیز ندارند. در شرق ایران مردم سرگشتند، هیچ چیزی ندارند. ملا عمر و طالبان با دولت اسلامی اتحاد کردند و از اون پشتیبانی می کنند. الان دارند برنامه‌های خودشون رو از نو شکل می دهند به صورتی که با برنامه دولت اسلامی هماهنگ باشد. نیروهای خودشون را به صورتی تربیت می کنند که با نیروهای دولت اسلامی هماهنگ باشد. تعداد زیادی از طالبان به سوریه و عراق رفتند و به دولت اسلامی پیوستند. به همون صورت تعداد زیادی از شیعه ها، از هزارها شیعیان پاکستان، شیعیان افغانستان به تشویق جمهوری اسلامی به سوریه و عراق رفتند و با داعش می جنگند. بنابراین جمهوری اسلامی شرایطی رو پیدا کرده است که خود به خود شیعیان و سنی های منطقه با یکدیگر در عراق و سوریه می جنگند و امکان دارد که این در خود این کشورها هم پدید بیاید. جاذبه داعش بسیار زیاد است. برای چه کسانی؟ برای کسانی که امیدها رو از هر منبع دیگری از دست دادند. شما خیال میکنید هزاران نفری که از سر تا سر جهان میروند و به داعش میپیوندند، به دولت اسلامی میپیوندند، روی چه حسابی این کار رو میکنند؟ داعش جاذبیت داره، هدف داره، استراتژی داره، بینش داره و داره موفق میشه. چرا نیروهای
گروه های اسلامی دیگر مثل النصره و دیگر از اونها جدا می شوند و به داعش می پیوندند، برای اینکه می بینند که داعش رهبری قوی تر، استراتژی متمرکز و منظم تر داره و امکان پیشرفتش بیشتر هست. این یک منبع الهام بزرگ است برای کسانی که در شرایط مشابهی به سر میبرند. جمهوری اسلامی با این همه ظلم و ستمی که بر مردم بلوچ کرده و امروز هم مطلبی رو دیدم که در کتاب‌های درسی نام بلوچستان حذف شده. قبلا میگفتند که نام بلوچستان به طور اتفاقی از بعضی سربرگ‌های اداری حذف شده، ولی الان در کتاب‌های درسی نام بلوچستان حذف شده و فقط نام سیستان وجود داره. در کشوری که با هستی یک ملت سر و کار داره و داره هستی یک ملت رو از بین میبره، هویت ملی یک قوم بزرگ رو از بین میبره، این ملت چه گزینه‌ای داره؟ آیا این قوم و این ملت باید به جمهوری اسلامی وفادار باشه؟ آیا قوم ملتی که مورد حمله قرار گرفته و داره قتل عام می شود در کشوری به نام ایران و ایرانیان هم در مورد قتل و کشتار اونها سکوت کردند، آیا این ملت بلوچ باید به ایران و ایرانی وفاداری داشته باشه به صورت یک طرفه؟ یعنی اینکه عده زیادی از این مردم ایران، نیروهای امنیتی و که همه از مردم ایران و شیعه هستند و روشنفکرانی که کتاب می نویسند و مقاله می نویسند و اسم بلوچستان را حذف می کنند، آیا باید بلوچان نسبت به اینها وفادار بمونند؟ آیا شما دیده اید که کسی شکنجهگر خودش رو دوست داشته باشه؟ آیا شما دیده اید کسی رو که بدبخت کننده خودش رو دوست داشته باشه؟ آیا شما ملتی رو میشناسید که به اشغال کننده سرزمینش، به فقیر کننده سرزمینش، به بیمار کننده سرزمینش علاقه ای داشته باشه؟ و آیا شما مردم ایران انتظارتون این هست که مردم بلوچ اهل سنت که در چنین شرایط سختی قرار داده شدند توسط جمهوری اسلامی از طریق شما بعضی مردم شیعه، آیا انتظار دارید که اونها خودشون را برای جمهوری اسلامی یا برای کسی دیگری یا برای چیزی دیگری فدا بکنند و یا اینکه اونها دنبال هر گونه فرصتی باشند که به دست بیاورند تا به رژیم جمهوری اسلامی ضربه بزنند؟ کسی که شدیداً تحت فشار هست و شبانه روز زجر و درد میکشد، آیا او قدرت انتخابی داره و یا اینکه هر چیزی که خواست درد او رو کمتر بکنه میپیونده به اون؟ یک آدم تشنه که داره از تشنگی میمیره، این اولین لیوان آب رو که ببینه به طرف اون حرکت میکنه، منتظر اجازه هم نمیشه، برای اینکه زندگی و مرگ او مطرح است. الان برای بلوچ‌ها و اهل سنت ایران، مردم ایران، شما بدانید مسئله مرگ و زندگی مطرح است.
مردمی که 36 سال به طور مکرر شب و روز زجر کشیدند، تحقیر شدند، بیماری کشیدند، اینها باید در مقابل شما و جمهوری اسلامی چیکار باید بکنند؟ آیا شکرگزار ظلم و ستمی باشند که شما بر اونها میکنید و با کمک جمهوری اسلامی؟ و چرا من میگویم شما؟ من در اینجا منظورم همه ملت ایران نیست. من منظورم کسانی هستند که مثلا در بلوچستان از شهرهای دیگر ایران وارد بلوچستان شدند به عنوان حاکم. این ممکنه که کرد باشه، ممکنه که ترک باشه، ممکنه که فارس باشه، ممکنه بیرجندی باشه، ممکنه کرمانی باشه، ولی تویی که وارد بلوچستان شده ای و الان داری بر مردم بلوچستان حکومت میکنی و تمام حق و حقوق او را میخوری، آیا مردم بلوچستان تو را میشناسند یا کسی رو که مثلا در اصفهان زندگی میکنه و هیچ ارتباطی به تو نداره، ولی تو کسی هستی که به ناحق شغلی رو گرفته ای که متعلق به بلوچ است، متعلق به اصفهانی است. اگر تو مشهدی هستی رفته ای در اصفهان و در اونجا شغلی رو گرفته ای که باید یک اصفهانی داشته باشه، تو آدم مزدوری هستی که مورد نفرت اصفهانی ها هستی. اگر تو در مشهد هستی و یک آدمی هستی که از جای دیگر تو رو فرستادند و تو اونجا به عنوان حاکم رفتی، پول اونها رو میخوری، اونها رو تحقیر میکنی، اونها رو اذیت میکنی، تو دشمن اون مشهدی ها هستی. فرق نمیکنه. اگر توی ایرانی از تبعیض دارید بهره‌مند میشید، تو دشمن بقیه ایرانی ها هستید. اون 3700 نفر که با پارت بازی در زمان احمدی نژاد بورس دکترا گرفتند و اصلا در مرحله دکترا بدون کنکور و یا کنکور با پارتی بازی شده شرکت کردند و پذیرش گرفتند و بورس گرفتند، اونها دشمنان مردم ایران هستند و همه کسانی که به اونها این امتیازات رو دادند برای اینکه اونها بهره‌مند شدگان از تبعیض هستند، کسانی هستند که حقوق دیگر مردمان ایران را خورده اند و اکنون هم مقاومت میکنند که کسی این حقوق خورده شده مردم را از اونها پس نگیرد. اون مدیر کلی که با پارتی بازی وارد شهری شده که متعلق به اون نیست و او هم در اونجا واقعا میداند که نمیتواند خدمت بکند، میداند که برای این رفته است که در اونجا سوء استفاده بکند، میداند که برای اون به اونجا رفته است که پارتی داشته است و این شغل رو قبول کرده است، تو دشمن مردم ایران هستی برای اینکه در تخریب ایران دارید شرکت میکنید، برای اینکه در نهادینه کردن تبعیض داری شرکت میکنی و میخواهی که با از بین بردن عدالت سهم دیگران رو بخوری و بعداً هم هیچ کسی به تو هیچ چیزی نگوید و اگر کسی هم به تو اعتراض کرد اون وقت میگویید که شما ضد ایرانی هستید، ضد نظام هستید و یا ضد تشیع هستید و هزار تا بهانه دیگر شما دارید، چون آدم ظالمی هستید که با بهره برداری از نظام ظلم به یک شغل رسیده اید و در رأس اینها خود آقای خامنه ای است. خود آقای خامنه ای با یک توطئه رهبر شد. این رو دیگه همه میدانند. کسی که شایستگی نداشت رهبر شد و کسی که قدرت الهام دادن نداشت و قدرت رهبری نداشت به طور قانونی قدرتی بر خودش اضافه کرد که حقش نبود. یعنی
قدرت مطلقه ولایت فقیه. این حقش نبود. این رو به صورت قانونی، یک قانونی که این قانون عادلانه نیست. شما یادتون باشه که هر قانونی عادلانه نیست. در تمام جهان ظالمان قوانینی رو وضع میکنند که منافع اونها رو تضمین بکنند، نه منافع مردم رو. قوانین جمهوری اسلامی از اون بالا تا پایین غیر اخلاقی و غیر عادلانه است، برای اینکه فقط و فقط منافع آخوندها رو با سرپرستی خامنه‌ای تضمین می کند، نه منافع مردم ایران رو. بنابراین شما اگر یکی از کسانی هستید که به علت تبعیض گرایی شغل گرفتید و بهره‌مند از نظام تبعیض هستید، شما آدمی هستید که عدالت رو مورد تعرض قرار دادید، برابری رو برهم زدید و ناشایستگی رو آوردید جای شایسته سالاری قرار دادید و پارتی بازی رو بر شایسته سالاری و قوانین برابری و عدالت تحمیل کردید. شما هر کجای ایران و جهان باشید، اگر در چنین شغلی قرار بگیرید، شما یک انسان ظالم به حساب می آیید. کاری رو به زور یا با پارتی بازی گرفته اید که لیاقتش رو نداشته اید. حالا بر این آدم ها شرایطی را ایجاد می کنند که الان در سوریه است. این مردم که بلند شدند علیه توی بلند شدند که شبیه تو در سوریه همون کارهایی رو میکرده است که تو الان داری در ایران میکنی. عراقی ها برای این برخاستند که تبعیضی رو از بین ببرند که عده‌ای از تبعیض بهره‌مند میشدند و حقوق دیگران را میخوردند و آخر سر اون مردم برخاستند و روزی مردم ایران هم علیه تو برخواهند خواست. از تبریز بگیریم تا گیلان و مازندران تا تهران و قزوین و جاهای دیگر، این مردم علیه تویی که به ناحق شغل گرفته ای برخواهند خواست. بر علیه تویی که رانتخوار شده اید برخواهند خواست. این رو اطمینان داشته باشید. حالا در زمان شاه وقتی که انقلاب شد، بسیاری کشته شدند، بسیاری هم فرار کردند، ولی جهانیان می‌دانستند که اونها آدم‌های مظلومی بودند و قربانیان جمهوری اسلامی. اما اکنون جهان می‌داند که تو ظالم هستی، قربانی کننده عدالت و برابری هستید و هر کجای دنیا هم بروید دنبال تو خواهند آمد. خیال نکنید که الان با خوردن و بردن و غارت کردن اموال مردم و رفتن به یک کشور خارجی و خریدن خانه و بیزنس و چیزهای دیگر در اونجا تو آرامش خواهید داشت. نه. دختر خلخالی الان در فرانسه است، فامیل خودش رو از عوض کرده. بچهای تمام آخوندهایی که به خارج از کشور رفتند فامیلای خودشون رو عوض کردند از بدنامی که تو وجود آوردید. ولی چرا یک بچه آخوند فامیلش رو در خارج از کشور عوض بکنه؟ برای اینکه از وجود تو ظالم خجالت میکشه، برای اینکه فامیلی رو که تو داری موجب میشود که اون در خطر بیفته. برای این
در بلوچستان، در مناطق سنی نشین وضع بسیار بسیار بدتر از آنچه هست که یک ایرانی ظلم دیده و ظلم کشیده تجربه میکنه. در افغانستان، در پاکستان، در بلوچستان افغانستان، در بلوچستان پاکستان، در بلوچستان ایران شرایط داره عوض میشه، تمایلات داره عوض میشه. ستمها و ظلمهایی رو که رژیم با همدستی بسیاری از شما کرده داره یک نوع روی کرده جدیدی رو در مناطق سنی نشین و بلوچ ها ایجاد میکنه. کل منطقه تحت تأثیر دولت اسلامی هست. آرزومندان دولت اسلامی در خود ایران بسیار زیادند، در افغانستان بسیار زیادند و شاید اکثریت جمعیت رو تشکیل خواهند داد. حالا شما شاهد خواهید بود که با خروج امریکایی ها از افغانستان خواهید دید که دولت اسلامی در افغانستان هم تشکیل خواهد شد و مردم از سر تا سر آسیای میانه در اونجا برای کمک به دولت اسلامی افغانستان به سبک داعش جمع خواهند شد. اگر جمهوری اسلامی این همه ظلم و ستم رو بر سنی ها نمی کرد، اکنون اصلا این دولت داعش پدید نمی آمد. دولت اسلامی واکنشی است به ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی شیعه در منطقه پدید آورده است و چون این ظلم و ستم بسیار بسیار عمیق است، ناگزیر دولت اسلامی هم در میان مردمانی که مشابه مردم سوریه و مشابه مردم عراق هستند نفوذ خواهد کرد. کسی 5 سال پیش تصور نمی کرد که دولت اسلامی پدید بیاد و به سرعت بخش بزرگی از عراق و سوریه رو بگیرد و در ضمن تمام کشورهای غربی هم در مقابل آن عملاً سکوت بکنند. میگویند که ما از بالا بعضی جاها رو بمباران میکنیم. مگه امریکایی ها، غربی ها کوبانی رو نمیدیدند؟ مگه توپ ها و تانک های داعش رو نمیدیدند؟ خیلی روشن بود. خبرنگاران اونجا بودند، اونها فیلم برداری میکردند از مواضع داعش، از تانک هایشون، با خود افرادشون. امریکایی ها از با هواپیما از اون بالا اینا رو نمیدیدند که اینها رو بمباران بکنند؟ پس چرا بمباران نکردند؟ هیچ یک از کشورهای غربی بمباران میکنند، اندکی برای اینکه گفته باشند، ولی اگر بمباران میکردند میتوانستند مدتها پیش به طور کلی اینها رو از بین ببرند، ولی اینها رو نمیخواند به طور کلی از بین ببرند. میخواهند که هم بمباران بکنند ولی جلو پیشرفتشون رو نگیرند. کردها هم که کسی رو ندارند که بیاد ازشون حمایت بکنه. این تفنگ هایی رو که کردها دارند خودشون هم میتوانستند که از بازار آزاد بخرند. دیگه من نمیدونم که این تفنگ رو کدوم کشور باید بینا بده. نارنجک انداز اینا ندارند به اندازه کافی. RPG 7 اینا ندارند. معلوم نیست که جمهوری اسلامی بینا چه تفنگایی داده، چه اسلحه هایی داده، امریکا به اونها چی داده. آیا واقعا داعش پرورده
مشترک غرب، ایران، بشار اسد و مالکی بود؟ و آیا این برای این پدید آمده است که دنیای اسلام سنی رو به هم بریزه؟ اختلاف بین اهل تسنن پدید بیاره؟ آیا برای این پدید آمده؟ هدفهای دیگری داره؟ تا کجا پیشرفت خواهد کرد؟ این رو ما نمیدانیم. ولی اگر به این صورتی که تاکنون با اون برخورد شده، دیگه کار او خواهد گرفت. برنامه من همینجا پایان میرسه. روزگارتون خوش. خدا نگهدار تا روز و روزگاری دیگر، روز دوشنبه و سه‌شنبه آینده. خدا نگهدار.